تا حالا دقت کردی بعضیا چطوری واسه تولدشون مایه میذارن؟ مهمونیای بزرگ، بادکنک، کلی پست و استوری توی اینستا. عوضش یه عده هم هستن که اصلا ککشون هم نمیگزه. نه کیکی، نه جشنی، هیچی، انگار نه انگار. روز تولدشون یه روز عادیه واسه شون. ولی خب چرا واقعا بعضیا روز تولدشون رو مثل بقیه روزا میبینن؟ دلیلش غمه یا مثلا بزرگ شدن و به بلوغ رسیدن؟ شاید هم یه چیز خیلی عمیق‌تر توی ذهنشونه. تا آخر این ویدیو رو ببین، چون چیزایی که میفهمی شاید دلیل رفتار خود تو رو هم در مورد تولد توضیح بده. واسه یه عده داستان خیلی ساده است ولی تلخه. اونا جشن نمیگیرن چون هیچ وقت کسی براشون جشن نگرفته. فکرشو بکن، بچه که بودی هیچکی اصلا یادش نبوده کی به دنیا اومدی. خانوادت سرشون شلوغ بوده، رفیقات یادشون میرفته، شاید هم یه بار خودت خواستی یه برنامه بچینی ولی آخرش تقریبا هیچ کس نیومده. یعنی اینقدر پشت هم ناامید شدی که دیگه قید اتفاقای خوبو زدی. روانشناسا به این میگن درماندگی آموخته شده. اینجوری میشه که مغزت کم کم عادت میکنه. تهش هم تولد برات میشه یه روز کاملا عادی. نه اینکه برات مهم نباشه، نه، به خاطر اینکه اگه برات مهم باشه ممکنه بازم از درون آسیب ببینی. یه گروه دیگه هم هستن.